پیامبر نازنین گفته است که اگر همین علم غیب در پیش من میشی، هر آینه 5 نفر پیشکی میگفتم که اینو جنت دن. مقصد علم غیب یک علمی هست که مال خدا هست. این مال من نیست. من از غیب چیزی برای شما بیان کردن نمیتونم. اگر میدانستم 5 نفر پیشکی میگفتم شما در جنتی. برادران، این 5 نفری خوشبخت کیه؟ این 5 نفری با سعادت کیه؟ ای کاش از یکی از اینا ما و شما هم باشیم تا پیامبر پیشکی ما را بشارتی به جنت میتن. میگه یکم الفقیر صاحب العیال. یکم برادران عزیز، یک آدمی که مسکینه، فقیره، کم بضاعته، ناتوانه، به شرایطه، خب گوییم با اصطلاح امروزه بسیار بسیار کم بغله، با صاحب عیاله، فرزنداره. بازم این برادران عزیز و گرامی هیچ وقت بندگی خدا را ترک نمیکنه. روزهای فقیری را گذراندن برادران عزیز این بسیار کاری دشواره. آدم ای سحر تا بگاه در حالت فقر گذرانیدن روز خیلی و خیلی کاری مشکله، خیلی و خیلی گویم یک مصیبته. خیلی یک آدم یک مصیبته پشت برای چی؟ پیامبر نازنین میگه اللهم اینی اعوذ بک من الکفر و الفقر. من از الله مهربان از فقر پناه طلب میکنم. زیرا برادران عزیز باز میگم طی کردن راه فقر بسیار مشکله، بسیار مشکله. هر کس در حالت فقر برادران عزیز باز پایبند عبادت شدن یا منشأ درآمد از راه حلال کردن، خیلی و خیلی اعتقاد مستحکم، بسیار بسیار ایمان کامل در کار، ایمان کامل در کار. بی کم ترک اگر ناتوانی و ناداری دست ما اگر دامن ما نبگیره، آنقدر ما ایمان من ضعفه که برای بهبود چیدن ای کجایی که اگر مبادای درآمد اگر بیاید راضی میشیم، از کجای بیاد درآمد ما راضی میشیم. برای همین است که جناب جلال الدین رومی میگو هر که آخر بین بود اون مؤمن است. کسی دایم در ذهنش در یادش آخرت هست، دایم آخرتم چی میشود؟ خب قیامتم چی میشود؟ نامه اعمالم چی میشود؟ سوال جواب ما مقصد چی میشود؟ میگه هر کس در دایم در فکر آخرت باشد اون مؤمن است. هر که آخر بین بود او بدین است. یکی میگه کسی اگر آخرش فکر کند دیندار است، کسی آخرش فکر کند آخرجش او دین ندارد. یعنی به خاطر آخر، به خاطر شکم اگر در هر کاری که اگر اجازت داد رهایی داد، حضرت میگه او بدین است. ولی من حدیث اسامه حدیث متفقون علیه است، جناب بخاری و مسلم روایت کرده. امام حضرت ابو اسامه روایت میکنه، میگه پیامبر نازنین گفت دخلت الجنه، قمت علی باب الجنه فاذا عامت من دخلها المساکین. میگه وقتی که من داخل جنت شدم، این خبرهاشو این مژده ها را ای شب معراج گپ زده سید، ای شبی که سیر جنت کرد و سیر دوزخ هم کرد. میگه وقتی من دیدم مردمی که سلا جنت میدرویند، پرسیدم اینا کیان؟ گفتن اینا مسکین ها هست، بیچاره ها هست، کمبغل ها هست، اینها وارد جنت شدند. و اصحاب الجد محبوسون. لیکن دیدم که آدم های غنی و با دولت یک جو حبس شده بودند، اونها را باید اونها را سوال و جواب کرد. و قمت علی باب النار فاذا عامت من دخلها النساء. باز برادر عزیز بندگی خدا را میکنند، هیچ وقت از راه حرام نمیخواهد که یگان برده نان وارد خانه شود،
حضرت گویم پیشکی این کسا میگم این ای اهل جنت هست. ولی در زمانهای پیامبر حکایه میکنن، میگد یک فقیر آمد رنگ خانه قدرت الله برادر ما حجوری آدم ها پور در گردی پیامبر شدگی ایقا نگاه کرد جو نیافت که جو دا بشینم. میگد این مردک میگه آدمی آمدگی میگه آدمی میگه بسیار ثروتمند بود، خواست جو بیانه، بعد نگاه کرد بهر یک آدمی کمبغل پهلو یک آدمی کمبغل خالی اید یکی لباسوش به حد چرکه مقصد همه دریدگی و خیلی آدمی کمبغل خیلی آدم کمتر میگه ارکگی کدو همی آمد بری همی کمبغل در شیشت همی تا دامنش میگه جمع کرد که پیامبر میگه دیدش گفت ترسیدی که کمبغلیش سرایتت میکنه. که بسیار یک سخنی مثال وزنینی هسته، گفت ترسیدی که کمبغلیش در تو میگذره که میگه جاش خیز. گفت پیامبر نازنین حقیقتا آن چیزی که شما میگین گفت شما حق میگید، مقصد من دامن جمع کردم تا در لباس همین آدم آلوده نشود، لیکن به خاطر آن که اگر دل همین بنده رنجیده باشه نصف مال ما دادمش، مرا ببخشه نصف مال ما دادمش. میگه پیامبر گفت که چی میگوی در گپی برادرت؟ گفت پیامبر نازنین اگر همه مال شبتر من قبول ندارم، لیکن من همچون برادری مسلمان من این کسا بخشیدم تا منم مالدار شم رنگ همین نشم است. منم مالدار شم رنگ همین ای فقیرها یکی مثال پرهیز نکنم، راه گریز انتخاب نکنم. ولی جنابی همین سفیان ثوری بسیار یک گپی زیبا دارد، میگه اگر یک آدمی کمبغل بیچاره رعایه نکرده اینجا تو آش خورده سید همین بیاو در پروا کرد بشنند شد درست که خورده میگیرد همینجا اگر تبت خیره شود تو تکبری تو کیبر داری، تو کیبر داری. پهلو در نشستگی آدمی کمبغل هم میگه باید که هیچ وقت شیشت مرحمت برادر عزیز آشد شود، باید میگه با دلی صاف باشد. اگر که یک دیدی که نفاریده و تبت نکشید میگه تو در وجودت کیبر داری. یکم برادرها خلاص آدمی فقیر. دویم حضرت گفتن دویم نفری که داخل جنت میشود گفتن المرأة راضی عنها زوجها. دویم زنی که شوهرش بگن همین زنک چیل خیر راضی هستی یا نه، دستاش برداره بگه برادر از من صد جان خدایم زنک راضی، میگه این زن داخل جنت ده، این زنک در داخل جنت. ولی دیدین که همین تمام دولت ها در وقت زنهای دنیا میگذرن شوهراشون میپرسن ای زن راضی هستی یا نه. حتی ما در حدیث داریم پیامبر نازنین میگه ایوم امرأتی ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زن ای دنیا گذره و شوهر راضی باشه و داخل جنت. برای همین خواهرای ما هم باید بسیار سعی کنن، بسیار حرکت کنن، بسیار کوشش کنن که دل شوهرها را به دست بیارن، باید شوهرها را احترام کنن، به قدر شوهرها رسن. ما برادرای عزیز در گرد همین احترام مرد بسیار سخنهای زیاد گفتگیم، لیکن همون زمانهایی که ما دعوت میکردیم کم کمک همین کمبودی های طرف زنها بود. ولی اینه دوره چند سالی که گذشت امروزا احساس میکنیم که مردکامون هم کمبودی زیاد پیدا کن. مردکا هم برادر عزیز در زندگی کمبودی زیاد پیدا کن. یعنی مقصد چی هست؟ آیت قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. الله را هیچ خیلی برابر میگیره. شما لباس زنها هستین، زنها لباس شما هستن. یعنی آمیزش هست. یعنی این معنی را ندارد که زن برای دل شوهر یافتن خب تمامی سعی و کوشش صرف کنه و لیکن مردک برای آن که مسئولیت بزیمه داره که در نسبت زنش خود دوست داشتنش، خود احترامش، خود تامینات لباسش، خود تامینات شکمش، خود سخن نیک
و امام احمد حنبل با چشم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.